مقامات در ولایت بغلان میگویند تا عصر امروز جمعه ولسوالی تالابرفک را دوباره از تصرف طالبان خارج خواهند کرد. آنها می‌افزایند آمادگی های جدی برای بازپسگیری این ولسوالی که 2 روز قبل به دست طالبان افتید را دارند و نیروهای تعرضی آنان از چندین استقامت آماده حمله به طالبان در این ولسوالی می باشند. از طرف غربان هم حرکت داد در کشتن نیروهای ما جابجا است و از این طرف هم این خط قوی ترین خطی که و با ما در سایه کندسنگ داشتیم که امروز انشالله او دیروز پرید و امروز و تیم تحتیر ما که شو نداشتیم اگر ما می رفتیم تیم تحتیر رسید است قراره که ما اطلاع گرفتیم انشالله با رفتن ما به طرف طالاب برفک انشالله حرکت میکنیم و امروز بخیر خدا بخواهد در ولسوالی طالاب برفک باید تصرف کنیم. ولسوالی کوهستانی طالابرفک که در 100 کیلومتری جنوب غربی مرکز ولایت بغلان قرار دارد 2 روز قبل پس از 2 روز جنگ شدید به دست طالبان افتید و اکنون آنها نه تنها بر این ولسوالی بلکه بر 10 قریه دیگر در ولسوالی دوشی که هم مرز با طالابرفک می باشد نیز تسلط دارند.